سلام به بچه بیم مستری عزیز. بعد از قسمت اول فصل سوم که در مورد بام بود میرسیم به قسمت دوم که در مورد کرتین وال هستش یا همون دیوارهای شیشه‌ای. خیلی وقتا تو پروژه ها شما هست که پنجره سرتاسر شیشه‌ای دارید یا یک دیوار سرتاسر شیشه‌ای دارید، یک نمای سرتاسر شیشه دارید و خب غالبا نمیتونید برای تک تک این قسمت‌ها یه دونه شیشه بیاین اختصاص بدین. کرتین وال این کارو برای شما به راحتی انجام میده. یه سری ادیت و ریزه‌کاری داره که تو قسمت بعدی کرتین وال بهتون میگم، اما این قسمت به شدت پرکاربرد، از دستش ندین. اگه تا حالا تو کانال سابسکرایب نکردید همین الان این کارو انجام بدید، لایک هم فراموش نکنید. مرسی. من علیرضا هستم و این کانال بیم مستر که دارید از پلتفرم یوتیوب مشاهده میکنید. کرتین سیستم یا کرتین وال کاربرد خیلی مختلفی داره. مثلا شما میبینید که یه حالت شبکه‌ای وجود داره که به صورت شیشه‌ای هستش و این شبکه بندی ها رو میتونید روش ایجاد کنید، یا حتی این شبکه ها ممکنه به صورت شیشه نباشه، مثلا یک متریال کانکریت داشته باشه و یک بازشو هم براش ما اینجا قرار بدیم. بریم ببینیم اینا رو چجوری میتونیم در واقع اوکی بکنیم. من میام تو صفحه اول رویتم، یک تمپلیت رو انتخاب میکنم و صفحه کار برای من باز میشه. خب اولین کاری که میکنم از سری میام این لول که به دردم نمیخوره پاک میکنم، میرم توی لول 1 و وارد دستور وال میشم. یه شورتکات WA رو میزنم. از روی سیستم در واقع پروپرتیز میام نوع دیوارم انتخاب میکنم. یک کرتین وال من اینجا به صورت سربرگ میبینم که شامل کرتین وال میشه، اکستریور گلیزینگ و استور فرانت. هر سه تاشو من اینجا خیلی سریع میام براتون ترسیم میکنم که تفاوتش رو ببینید و بعدش وارد جزئیات بیشتر بشیم. خب من این سه تا رو انتخاب میکنم، BX رو میزنم که وارد محیط 3 بعدی بشم. اوکی. تو حالت اول کرتین وال میبینید که هیچ شبکه بندی روش انجام نشد. یک حالت دیوار شیشه یک دست است. برای بچه‌ای که میخوان یک جایی رو کار کنن که تماما شیشه است، بدون هیچ تقسیم بندی و بدون هیچ گونه مولیون یا حالا در واقع تقسیم بندی با آبجکت روش صورت گرفته باشه. حالت دوم حالت اکستریور گلیزینگ، حالتیه که ما شبکه بندی رو داریم. میبینید که یک سری حالت گپ انگار بین این شیشه ها قرار داده که فاصله هاش هم قابل تنظیمه و روی اینا که بزنیم میبینیم که به ما گرید رو داره نشون میده. و حالت سوم استار فرانت به این حالته که روی اون حالت شبکه بندی ها اومده یه سری مولیون هم برای ما قرار داده. من اگر یک در واقع حالت پنجره انتخاب سلکت بکنم این کرتین والم رو، فیلترش بکنم، میبینم من یک وال دارم و کرتین پنل. این لول و سکشن باکس که خب هیچی، این که اصلا مال لول بندی و این سکشن باکسی که من با BX به وجود آوردم. پس من یک وال دارم، یک کرتین پنل. اگر روی اکستریور گلیزینگ هم بیام یک پنجره ایجاد کنم میبینم که کرتین وال گریدز هم اینجا اومده اضافه شده علاوه بر پنل های من و دیوار من. و اینجا پنل های من و این یک پنل یک تیکه بود اینجا، اما اینجا من پنل هام تقسیم بندی شده. و استور فرانت هم اگه من یک پنجره انتخاب بگیرم میبینم که علاوه بر موارد قبلی اومده و کرتین وال مولیونز هم اضافه شده که اگه من چکنان بزنم اینو انتخاب بکنم میبینم که این مولیون ها رو میاد برای من سلکت میکنه. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که بیام اون چارچوبی که اون سمت براتون در واقع درست کرده بودم رو اینجا بکشم. پس میام وارد دستور وال میشم، استور فرانت رو انتخاب میکنم، از این بالا میام رکتنگل رو میزنم، یک چارچوب رو ترسیم میکنم و وارد محیط 3 بعدی خودم میشم. حالا اینجا چون که قبلش من با سکشن باکس باز کردم باید بیام تیک سکشن باکس رو بردارم، اپلای بزنم، حالا این میاد برای من ظاهر میشه. به همین تر و تمیزی میاد برای من چارت کرتین وال با مولیون و گیری ترسیم میکنه نرم افزار رویت.
حالا بریم وارد تنظیماتش بشیم. اولین چیزی که مهم هستش، خب من میخوام اینو انتخاب بکنم. فقط شما هر جزئی از این کرتین والتون یا استور فرانتتون خواستین انتخاب بکنید، میتونین روش تب بزنید. مثلا من اینجا میخوام این پنل این وسط رو انتخاب کنم، اما هر چی روش کلیک میکنم انتخاب نمیشه. میام روی مرزش نگه میدارم، یه تب میزنم، گرید رو داره انتخاب میکنه و حالا میاد کرتین پنل رو برای من آبی میکنه و با یک کلیک من میام و انتخابش میکنم. پس هر جایی که خواستید چیزی رو انتخاب کنید و درست انتخاب نمیشد، با تب زدن میتونید چیزهای مختلف رو انتخاب کنید. مثلا اینجا الان کل کرتین وال رو داره برای من سلکت میکنه، کرتین وال هایی که به این کرتین وال من چسبیدن رو انتخاب میکنه، یا این پنل رو انتخاب میکنه، یا این گرید رو انتخاب کنه و الی آخر. حالا من میخوام برم یکی از این دیوارها رو انتخاب کنم، ادیت تایپ رو بزنم و ببینم که چه تنظیماتی رو میتونم روش انجام بدم. اولین چیز این داره میپرسه فانکشنش چیه، اینتریور، اکستریور یا هر چیز دیگه. خب این فقط برای مصر برآورد آخر ما میذاریم رو همین اکستریور باشه و خب واقعا این دیوار خارجی و اکستریور هستش. متریال رو اگه بخوایم تغییر بدیم، از این کرتین پنل روی در واقع مقابل کرتین پنل وقتی من کلیک میکنم یه پنجره برای من باز میشه. من میتونم بگم که این به جایی که گلیز به صورت شیشه باشه اصلا بیاد سالید باشه. یه اپلایی که بزنم میبینید که میاد از اون حالت شیشه‌ای خارج میکنه. شاید اصلا من دوست نداشته باشم این جنس پنل های من شیشه باشن، پس میتونم بیام سالیدش کنم، یا میتونم مثلا بیام اینجا حالت جنریک دیوار خودم انتخاب کنم، اپلای بزنم، یا بیام مثلا حتی بریک قرار بدم واسه پنل های خودم و میاد اینا رو به صورت در واقع آجری اوکی میکنه. حالا اگر نان رو بزنم، کرتین والای منو خالی نمیکنه، فقط میاد من اوکی بزنم. این نان که بزنیم به معنی این نیست که بیاد خالی کنه پنل های منو. شاید من لازم داشته باشم که این پنلامو خالی از متریال بکنم، اما نان این کار برای من نمیکنه. کاری که شما باید بکنید، باید روی این empty system پنل کلیک بکنید. حالا من اپلای رو که بزنم میاد و کاملا برای من پنل هامو خالی میکنه. این دیگه داخلش شیشه نیست، خالیه کاملا و هیچ پنلی اینجا من ندارم. پس اگر من بخوام خالی کنم روی نان نباید بزنم، باید بیام روی امپتی بزنم. حالا من روی همون حالت گلیز میذارم، اپلای میزنم و خب چون دوپلیکیت هم نگرفتم، تمام متریال های کرتین والای منو میاد و عوض میکنه. حالا بریم سراغ فاصله گذاری. این فاصله گذاری که خودش به صورت پیش‌فرض داره انجام میده و از اینجا هم میتونید بیایید و یه سری تنظیمات رو بکنید. اولین تنظیماتی که میتونید بکنید اینه که من مثلا میتونم بیارمش بالاتر. این به صورت پیش‌فرض اومده در نظر گرفته وقتی داره پنل های ارضی رو میذاره، به صورت ارضی میذاره، پنل اول رو کامل میذاره، دومی هم کامل میذاره، سومی هم کامل میذاره. اون ارتفاع 8 متری که مثلا من در نظر گرفتم، آخریشو میاد مثلا 1/5 پنل در نظر میگیره. حالا من شاید نخوام این اتفاق بیفته، میخوام مثلا اون پنل ناقص رو روی زمین برای من در نظر بگیره. پس میام روی هوریزونتال گرید، میگم حالت بیگینینگ به روی حالت اند. این میاد اون پنلی که به صورت نصفه قرار میخواد بگیره رو روی زمین میذاره. یا شاید بخوام از دو طرف پنل نصفه باشه برای مثلا زیبایی بیشتر یا برای هر چیزی، میام روی حالت سنتر میذارم، یعنی 2 تا پنل کامل و وسط میذاره. اون نیم پنل ها رو میاد تقسیم میکنه به ابتدا و انتهای دیوار من. پس حالا من روی حالت بیگینینگ میذارم که بالای من اون نیم پنل رو قرار بده. اگر بیام یک زاویه 10 درجه بزنم، میاد مولیون ها و در واقع سیستم های تقسیم بندی منو 10 درجه میچرخونه. چون من دارم از پنجره پروپرتیز این کارو میکنم، فقط هم برای این پنل در واقع اعمال میشه این تغییرات. دیگه پنل های دیگه این تنظیمات براشون تغییر نمیکنه. چرا؟ چون من وارد ادیت تایپ نشم، دارم از پنجره پروپرتیز همین دیوار در واقع تغییراتمو اعمال میکنم. پس من این رو حالت 0 میذارم و میرم سراغ تقسیم بندی های مولیون خودم. روی ادیت تایپ که بزنیم، این قسمت اولش رو که گفتم، حالا میاد میگه که ورتیکال گریدتون رو به چه صورت تقسیم بندی کنه. حالت دیفالت اینه که میاد میگه که
در واقع توی 1524 میلیمتری ماکسیموم فضایی باشه که میاد برای من تقسیم بندی ها رو انجام میده. حالا من میتونم این ماکسیموم رو بیام مثلا روی فیکس نامبر بذارم، یه اپلای میزنم و اینجا میام اوکی میکنم. وقتی ورتیکال روی فیکس نامبر میذارم اینجا میتونم بیام بگم که من دقیقاً چند دونه میخوام مولیون به صورت عمودی داشته باشم. مثلا میگم 10 تا، میاد فاصله های عمودی ها رو از هم بیشتر میکنه، یا میگم 5 تا، یا میگم مثلا 20 تا. پس این تعداد عمودی ها رو داره بیشتر میکنه و با فاصله های معین از هم برای من قرار میده. حالا اگه من به صورت به جای فیکس نامبر بزنم فیکس دیستنس، میخوام بگم که آقا تو هر 1 متر دقیقاً بیا برای من یه دونه مولیون عمودی قرار بده. من اپلای که بزنم این دقیقاً فاصله هر کدوم از این مولیونا 1 متره، یا میگم که توی حالت چون حالا به میلیمتر هست یونیت من اینجا مثلا 2000 میزنم، متریک نکردم، با میلیمتر دارم کار میکنم. پس میگم هر 2000 متر یا هر 2 متر برای من یه دونه مولیون عمودی بذار. حالا مثلا میتونم بیام اینجا هم فیکس دیستنس بذارم، بگم که اینجا رو برای من هر 3000 متر یک در واقع مولیون هوریزونتال بذار. پس این میشه یک در واقع پنل 2 متر در 3 متر. حالا من اینو بذارم روی 1 و اینم حالا 1000 یعنی 1 متر، اینم بذارم روی این که مشخص تر باشه. اوکی. مورد بعدی اینه که این مولیونای من جنسش چجوری باشه. من یکم زوم بکنم اینجا رو که بتونید بهتر ببینید. خب حالا میگم که ورتیکال، این تغییرات رو هم برای ورتیکال هم برای هوریزونتال، دوباره مولیون ورتیکال مولیون هوریزونتال میتونین انجام بدیم. من میگم که این تایپ این وسط به جای که رکتانگولار باشه سیستم مولیون وسط کرتین وال من بیاد سرکولار باشه. وقتی من سرکولار رو میزنم، حالا هم هوریزونتال هم ورتیکال، میاد این پروفیل ها رو به صورت دوار در میاره و پروفیل منو با مقطع دایره شکل میکشه. حالا این اول و آخر منو که در واقع کرتین وال منو میتونم بیام اینم عوض بکنم. مثلا بیام بگم که این اول و آخر رو بیا به صورت مولیون های ال شکل بذار برای من که متفاوت باشه. وقتی من اپلای بکنم این دیلیت المنت هم میزنم، حالا بخواد چیزی پاک میکنه، میاد اینجا به این صورت برای من قرار میده. پس من میتونم متفاوت انتخاب کنم مولیون های داخل شبکه بندی کرتین وال خودم و با اون آخرین گرید هر طرف خودم. پس اینم از مورد بعدی که در مورد تقسیم بندی و اختصاص پروفیل به مولیون ها هستش. یه کاری که میخوام بکنم اینه که مثلا بیام انتخاب بکنم، بگم آقا من میخوام این جنس متریال های پنل من به صورت کانکریت باشه. من میام اینجا این کانکریت رو انتخاب میکنم، اپلای و دیلیت. اوکی. میام به این صورت قرار میدم، یعنی پنلام حالا دیگه جنسشون کانکریت هستش. اما تو این کانکریت من میخوام چند تا از این پنل ها رو بیام خالی کنم یا جنسشون رو تغییر بدم و شیشه بذارم. بریم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا فرض کنیم که من این یک دونه پنل این وسط رو میخوام شیشه کنم. پس همونجوری گفتم روی بوردرش نگه میداریم، یه تپ میزنیم، دوباره تپ میزنیم، دوباره تپ میزنیم، انقدر تپ میزنیم تا بیاد و هایلایت کنه اون پنلی که ما میخوایم انتخاب بکنیم. حالا یک کلیک میکنم به حالت انتخاب در میاد. اما وقتی انتخابش میکنم هیچ دسترسی به این که بخوام متریالش رو عوض کنم یا بقیه داستانو ندارم. اگرم برم تو ادیت تایپ تغییرش بدم، مثلا استراکچرش رو بیام عوض بکنم و شیشه بکنم، کل این در واقع بقیه پنل ها هم متریالشون عوض میشه و حتی دوپلیکیت هم نمیتونم ازش بگیرم که از این کار جلوگیری کنم. برای چی اتفاق میفته؟ برای اینکه این پنل من پین شده. اگر من بخوام روی این پنل تغییر ایجاد بدم باید بیام و آن پینش کنم. حالا که آن پینش میکنم میتونم دسترسی داشته باشم به پنجره پروپرتیزش و بیام مثلا انتخاب بکنم پروپرتیز رو
و بیام از روی سیستم پنل روی حالت گلیز بذارمش. حالا این میاد و وسط این کانکریت ها من یک شیشه دارم. یا مثلا شاید بخوام خالیش کنم، دوباره میام انقدر تب میزنم تا انتخاب بشه، میام از پنجره پروپرتیز روی حالت امپتی سیستم پنل امپتی رو کلیک میکنم و حالا میاد واسه من کلن خالیش میکنه. پس خیلی دستتون بازه برای اینکه هر تغییری که میخواین روی این سیستم کرتین والتون بدین. به شدت پرکاربرد. خیلی از پروژه ها مثلا جدیداً اینجوری مد شده که کرتین وال کار میکنن توی سیستم ها، توی پروژه ها، توی نماها، مخصوصا توی مجتمع های تجاری. بی نهایت شما کار مختلف میتونید بکنید. من برم یه کار دیگه هم انجام بدم. مثلا فرض کنید که کل این راسته واسه من پنلا شیشه‌ایه. خب من اگه بخوام دونه دونه بیام و اینا رو انتخاب کنم، شاید نیم ساعت زمان ببره که من کل این پنل ها رو به صورت یک نوار طولی بخوام انتخاب بکنم. کاری که میکنید اینه که روی یکی از این پنل هایی که در اون راستا میخواین انتخاب بکنید میایید تب میزنید، به حالت انتخاب در میاد، کلیک میکنید انتخابش میکنید، راست کلیک میکنید روش، اینجا سلکت پنلز داره. حالا میگه پنل ها رو در راستای ورتیکال یا عمودی میخوای انتخاب کنی یا در راستای افقی. من میگم در راستای افقی. پس تمام پنل ها رو توی اون تول میاد برای من انتخاب میکنه. حالا من فقط کافیه که بیام اینا رو آنپین کنم. اما برای اینکه آنپین کنم، اگه باز دوباره بخوام دونه دونه اینا رو سلکت بکنم خیلی زمان بر هستش. کاری که بخوام بکنم که تمام اینا با هم آنپین بشه که بتونم متریال رو عوض بکنم، میام اینجا چک آنپین رو میزنم. حالا همشون با هم در واقع آنپین میشن و من میتونم بهشون بیام و مثلا یک متریال گلیز رو اختصاص بدم. حالا همشون با هم اینا شیشه میشن. دیگه کم کم دارین میبینید که داره شبیه میشه به اون سیستمایی که شما توی حالا خیلی از پروژه های مسکونی میبینید. حالا حتی ویلا ساوای مثلا لو کوربوزیه رو ببینید، یا خیلی از در واقع پروژه های تجاری که مثلا یکی راسته از پنلا همه شیشه هستش. حالا من کاری که میخوام بکنم برای کار آخر، بیام یکی از این پنل ها رو به صورت حالا یک فضای ورودی خالی بکنم. پس میام جوری تب میزنم تا مثلا این انتخاب بشه، میام آنپینش میکنم و روی حالت امپتی میذارم. حالا این برای من این فضا رو خالی میکنه. اتفاقی که میفته، من نمیخوام مثلا دور این فضای خالیم این پروفایل های مولیون رو داشته باشم. پس فقط کافیه که بیام انقدر تب بزنم تا این مولیون رو برای من به حالت انتخاب در بیاره و در واقع آنپینش بکنم و دیلیتش کنم. دوباره میام اینجا تب میزنم تا انتخاب کنه، از حالت پین خارج میکنم، دیلیت میزنم و اینجا رو هم میام انتخاب میکنم و دیلیت میزنم. میاد اینجوری برای من این فضا رو کامل خالی میکنه. مبحث خیلی جذابیت توی کارهای دیزاین، به شدت پرکاربرد و در واقع مطلبیه که حالا باهاش کار داریم. هنوز خیلی از ادیت های دیگر رو میتونیم انجام بدیم. مثلا اینکه بعضی از مثلا 1/1 بیاد این وسط پنل ها 1 میلیون دیگه برای من قرار بده، 1 میلیون کامل باشه، 1 میلیون نصفه. این چیزهای دیگرش رو در واقع در جلسات بعدی بهتون میگم. حتما تمرین بکنید. بحث کرتین وال اگر روش مسلط باشید توی پروژه های معماری میتونه وحشتناک پرکاربرد باشه و شما رو تبدیل میکنه به یک بیم مدلری که مسلط هستین روی این مبحث. حالا چه برای اینکه شیشه بکنید، چه برای اینکه مثلا 1/1 بخواین این پنل ها رو خالی بکنید، متریالش رو عوض کنید و الی آخرون دارم لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. فصل سوم به سرعت داره پیش میره. دارم تمرین بکنید و جا نمونید از مباحث. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.